ترامپ بار دیگر به افغانستان توهین کرد و این کشور را چرکین، کثیف و جرم زده دانست. رئیس جمهور امریکا به تازگی گفت ما چرا باید مهاجر از کشورهای جهنمی مثل افغانستان، هایتی و سومالیا بگیریم. ترامپ افزود این کشورها آلوده، بی‌نظم و پر از جنایت هستند. سلام به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر به تازگی به افغانستان تاخت و این بار با واژه‌های بسیار توهین آمیز افغانستان را توهین کرد. دونالد ترامپ که هم اکنون هم سخنرانیش جریان داره، افغانستان را یک کشور بی‌نظم، پر از جنایت، آلوده دانست. آقای ترامپ این سخنان را در واکنش به اون تیراندازی های بیان کرد که روزهای گذشته در آمریکا اتفاق افتاده بود. روزهایی که در چند مورد گفته شد مهاجران افغان به آمریکاییان و به کسانی که شهروندان آمریکایی بودند تیراندازی کردند. موضع‌گیری تازه آقای ترامپ خیلی هم تازه نیست، به این مفهوم که بارها و به تکرار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افغانستان را کشور شرم زده، جایی که نفرین از طرف خدا به او وارد شده گفته و همچنان کشور جهنمی دانسته. به تازگی آقای ترامپ این بار افغانستان را با لحن تندتر، با واژه‌های رکیکتر و توهین آمیزتر در واقع توهین کرد. از جمله این که افغانستان یک کشور چرکین، یک کشور آلوده، یک کشور پر از جرم‌های جنایی و بی‌نظم توصیف کرد. این صحبت‌های آقای ترامپ که قسمی که قبلا هم گفتم تازگی هم نداشته، با واکنش‌های جدی هم مواجه شده. دوره‌های قبلی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا افغانستان را یک کشور جهنمی و کشور نفرین شده خوانده بود، با واکنش‌های جدی مواجه شده بود. البته این موضع‌گیری های تند ترامپ در قبال افغانستان ریشه دارد در اون مهاجر ستیزی های آقای ترامپ. زمانی که به شهروندان آمریکایی در واشنگتن حمله شد و اونا کشته شدند، گفته شد که مهاجم اهل افغانستان هست، کسی هست که در زمان تغییر نظام و تحول سیاسی در افغانستان از افغانستان به آمریکا رفته. حالا آقای لکنوال کسی بود که گفته شد با آمریکایی ها هم کار کرده، اگرچه تمامی ادعاهایی که از سوی مقام های آمریکایی علیه عبدالرحمن لکنوال، اون شهروند افغانستان که گفته شد به آمریکایان در واشنگتن حمله کرد اهل افغانستان بوده، آقای لکنوال خودش تمامی امو در واقع اتهاماتی که برش وارد شده بود را رد کرد و گفت که در تیراندازی به شهروندان آمریکایی دست نداشته. گفته میشه که به باور شماری از تحلیلگرها این است که گویا آمریکایی ها یک برنامه کلان زیر دست دارند تا با بدنام ساختن افغانستان و بدنام ساختن شهروندان افغانستان در واقع اون سیاست‌های ضد مهاجرتی آمریکا را بیشتر از پیش تقویت بکنن. آقای لکنوال به تکرار وقتی که اتهامات برش وارد شد، بعد دادگاه هم حکم اون اتهامات را برش صادر کرد، آمد و گفت که این اتهاماتی که صورت گرفته ما نبودیم، ما این کار را نکردیم. اما باز هم تأکید بر همین شد که باید محکمه های بعدی فیصله بکنند و قرار این که چه روی کردی دولت آمریکا به علیه او داشته باشه صورت بگیره. بعد روزهای بعد از او باز گزارش های نشر شد که جان شاه صافی، یکی از نیروهای ارتش در حکومت پیشین افغانستان، هم به جرم دست داشتن با داعش خراسان در آمریکا بازداشت شده. موردی که اصلاً به تایید نرسید و شمار زیادی از نهادهای حامی حقوق بشر در آمریکا هم این مورد را رد کردند. این رد شدن اتهامات به شهروندان افغانستان در واقع نشانگر این است که اون اتهاماتی که صورت میگیره یک برنامه‌ای باشه برای بدنامسازی افغانستان. واکنش‌های زیادی را در پی داشته. بحث توهین‌هایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به افغان‌ها میکنه، بحثی که سیاست‌های ضد مهاجرتی علیه افغان‌ها در واقع داشته میباشند، با واکنش‌های جدی مواجه شد. در موردهای
سخنان از نهادهای حامی حقوق بشر و حامی حقوق مهاجران شنیدیم و گفته شد که جرم یک عمل شخصی هست. نباید کسی به خاطر یک جامعه کلان، یک مردم بزرگ، یک مردم با این فرهنگ و تاریخ و گذشته، لازم نیست تا به خاطر جرم یک فرد در واقع مورد توهین، مورد اهانت قرار بگیرند و جرم یک فرد نباید اعمال بالای دیگر افراد او جامعه باشه. اما قول معروف هست که جرم عمل شخصی هست. قانون هم این را وضاحت داده، قانونهای بین المللی هم به واضح گفته که جرم عمل شخصی هست. حالا وقتی که یک کسی در یک جای جرم میکنه، اگرچه که اون موردهایی که ادعا شد که افغانها به شهروندان آمریکایی در واقع حمله کردن تایید نشد و خود مظنونها آمدن و گفتن که ما در واقع این اتهاماتی که علیه ما است را رد میکنیم. اما با این وجود هم اگر فرض را بر این بگیریم که گویا یک کسی، یک فردی در یک جامعه و در یک جای کسی را به مرمی و به رگباران میبنده، این به این معنا نیست که نمایندگی از کل جامعه اصلی خودش بکنه. به این مفهوم واکنش های زیاد و جدی در آمریکا هم داشته، در نقاط گوناگون جهان هم داشته و گفته شده که عمل یک فرد نباید معیار بر این قرار بگیرد تا توهین، تحقیر و مهاجر ستیزی علیه دیگر افغان ها صورت بگیره. اون واژه معروفی را که نهادهای حقوق بشری و نهادهای حامی حقوق بشر، حقوق مهاجران مطرح میکردند که یک شلیک نباید سرنوشت هزاران فرد را به حالت تعلیق بیاره. کسانی که در آمریکا مهاجر هستند و کسانی که پناهجو هستند در آمریکا، بعد از اون حملاتی که گفته شد توسط شهروندان افغانستان صورت گرفتن، در یک حالت وضعیت وخیم قرار گرفتن. گزارش های وجود داره، بر تلویزیون یک تماس های آمده و گفته شده که اونا در آمریکا حتی به سادگی نمیتونن که برن به بازارها، به شهرها رفت آمد بکنن به گونه آزاد، چون اون مهاجر ستیزی و اون در واقع سیاست ضد مهاجرت دولت آمریکا اونا را به یک چالش کلان مواجه کرده. اینها همگیشان یک جای میشن در کنار این که تأثیر مستقیم این اتهامات بر مهاجران افغان داشته، بر دیگر کشورهایی که مهاجران افغان در او هم بوده بی تأثیر نبوده. از آلمان گزارش هایی داشتیم که مهاجران افغان میزان جرم و جنایتشان در آلمان و در برلین و در شهرهای مختلف جرمنی در واقع افزایش یافته و در قضیه های چون مواد مخدر، چون تجاوز جنسی، چون بحث مراعات نکردن قانونهای اصلی اون کشورها، گزارش های وجود داره که با این اتهامات مواجه شدند. با این حساب دولت آلمان یک بار دیگر اون سیاست ضد مهاجرتیش را نسبت به سابق و نسبت به گذشته افزایش داده و مهاجرای افغان را زیر فشار شدید قرار داده. این اتهاماتی که در آمریکا بر علیه مهاجران افغان صورت میگیره و در پی از دونالد ترامپ رئیس جمهوری یک کشور میآید، یک کشور دیگر اتباع یک کشور دیگر را، یک کشوری با این فرهنگ، با این غنامندی تاریخی را میآید میگه که یک کشور چرکین، کثیف، آلوده، جنایتکار و در واقع جرم آلود میدانه. اینها تأثیر منفی بر مهاجران افغان در کشورهای دیگر داشته. در اذهان عمومی شهروندان جهان نسبت به افغانها بیشک تأثیر منفی می داشته باشه. اینها همگیشان یک جای میشن تا فشار بر مهاجران افغان، دیدگاه ها نسبت به شهروندان افغانستان در کشورهای جهان و در اذهان عمومی در جامعه و در اجتماع و در واقع در جهان تغییر بکنه. خب حالا نهادهای حقوق بشری، نهادهای حامی مهاجرت آمدن، صحبت‌های کردن، گفتن که عمل یک فرد نباید بر کسان دیگر در واقع اعمال شود و یک جامعه به توهین و به تمسخر گرفته شود. این سخنان تازه دونالد ترامپ واکنش‌های جدی را به همراه داشته. بیشک که در افغانستان هم پس از این مخصوصا شاهد واکنش‌های جدی خواد باشیم و اما در نهایت امر این است که افغانستان با اون تاریخ گوهربار، با اون فرهنگ غنی، در واقع نه یک کشور جهنمی بوده. اینجا
کشوری بوده که به قول رهبران بزرگ جهان قبرستان و گورستان امپراتوری ها بوده، تجاوز را نپذیرفته، در واقع بر ضد استعمار قد علم کرده. حالا در تاریخ بسیار دور بریم، به زمین زدن انگلیس ها در افغانستان، به زانو در آوردن در واقع روس ها در افغانستان، به زانو در آوردن آمریکایی ها به تازگی در افغانستان، اینها همگیشان یک جای میشن نشان میده که این دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که افغانستان را کشور جنایت، جهنمی و در واقع جرم آلود میدانند نیست. البته ما خبرنگار هستیم، نمیتونیم قضاوت بکنیم، اما آنچه میبینیم واقعیت این است که اگر این دیدگاه آقای ترامپ از اون عملات صورت ناشی میشه و منشأ میگیره که در آمریکا صورت گرفته، خب این مشخص است، در قانون‌های بین‌المللی مشخص شده آمده که جرم عمل فردی هست، یک فرد میتونه در یک جای جرم بکنه، اما اون دیدگاه نسبت به کل جامعه دیگه نمیتونه در واقع تحمیل شوه و تأمین شوه. حالا با این حساب صحبت‌های پسین دونالد ترامپ در مورد افغانستان بیشک که واکنش‌های بسیار جدی‌تر را در پی خواهد داشته باشه. هنوز که زود هست و حتما واکنش‌های جهانی را در پی می داشته باشه، از داخل افغانستان، شهروندان افغانستان، شاید حکومت افغانستان، بعد کشورهای همسایه و نهادهای جهانی حقوق بشری حتما یک سری چیزایی برای گفتن خواهد داشته باشند. البته در نهایت امر مشخص و واضح این است که اون مهاجران افغانی که برشان اتهام جرم و جنایت در آمریکا وارد شد از سوی خودشان رد شده، اسناد قوی و دقیقی هنوز وجود نداره. با این حساب مشخص هست که عقده‌هایی که عقده گشایی میشن حالا به زبان یک رئیس جمهور حال حاضر یک کشور مانند آمریکا خیلی جنبه واقعی احتمالاً که نداشته باشه. اون از احساسات و فوران احساسی یا همون قول معروفی که به دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته میشد روانی نورمال هست، این گونه اظهارات و بیانات را میکنه. اگر در غیر این صورت که این گونه تاختن به یک جامعه با بیش از 40 میلیون نفوس، با این فرهنگ غنا، با این تاریخ گوهربار، کار هر آدم نرمال و کار هر آدم در واقع ثابت قدم و درست حسابی نیست. به هر حالش امیدوار هستیم این توهین ها بار دیگر راه به جای نبره. این بسته خبری تحلیلی امروز ما بود که تقدیمتان کردیم. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.